لكل حادث سبب. هر حادثه سببی هست. این یک حقیقت عقلی، فطری و روشن است که با تعلیم و ذهن بلند نیاز ندارد. ما در همه حرکت‌های خود از قانون سببیت استفاده می‌بریم. می‌خوریم چون خوردن سبب شکمسیری است. می‌نوشیم چون آب تشنگی را می‌شکند. می‌خوابیم چون خواب سبب آرامش است. کار می‌کنیم تا رزقمان را به دست آوریم. با همین قانون سببیت می‌دانی که هم تو و هم این کائنات پروردگاری آفریدگار و مدبری دارد که آن را آفریده است. برای زندگی آماده کرده است. تفصیلاتش را با حکمت تنظیم نموده قانونهایش را استوار ساخته است. نشانه های قدرت او در وجود تو و در تمام موجودات گرد تو پدیدارند. پس سؤال آیا برای هستی الله دلیل هست سؤال نادرست می باشد، زیرا هیچ چیزی نیست که به الله اشاره نکند. تصور کن که تو به خانه شخص دیگر می درآیی، برای کرسی می نشینی و از غذای پخته‌ای که روی میز گذاشته شده است می خوری. آیا تو اگر عاقل باشی سؤال میکنی آیا دلیل هست که این خانه بنا داشته باشد، یا این غذا آشپز داشته باشد، یا این کرسی کسی آن را ساخته باشد؟ آیا سؤال کردن در خصوص چنین چیزها خنده آور و بیجان است؟